عروسی عجیب و باور نکردنی فرزانه ناز در دبی که اصلا باورتان نخواهد شد. فرزانه ناز با دوست پسر ایندیش ازدواج کرد. بارداری فرزانه ناز از دوست پسرش و ازدواج فرزانه ناز کاملا بر رسم رواج مردم هندستان. دلیل ازدواج فرزانه چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزانه ناز یکی از هنرمندان خوب کشور. فرزانه ناز در آغاز کارهای هنریش به طور مسلکی پرداخت و شهرت و محبوبیت خوبی هم کسب کرد. فرزانه دزداران صدایش در افغانستان و خارج از افغانستان بیشمار بوده است. جدیداً فرزانه ناز تصاویرش در صفحات مجازی با صداهایش نشر شده است که در تازه ترین لایفی که در صفحه تیک تاکش رفته بود از شوهرش یاد کرده است و خیلی خوشحالی و اظهار رضایت از همسر ایندیش کرده است. این همه در حالی است که فرزانه چندین بار تصاویرش در صفحات مجازی با این دوست پسرش نشر شد، اما بارها بیان کرده بود فقط دوستی ما در حد عاشق و معشوق می باشد. اما فرزانه ناز در دبی زندگی می کند. بعد از آن که فرزانه به دبی رفت کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزید و فرزانه ناز در دبی مصروف صفحات مجازیش بالخصوص گیم بازی کردن در تیک تاک است. وی درآمد خیلی خوبی هم داشته است و خیلی خوشحال می باشد، ولی هر کس خودش می داند زندگیش و کاروبار تجاریش. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای فرزانه ناز با جمع دیگری از افغانهای نازنینم آرزو دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.